بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. متعلمین عزیز سلام علیکم. با بیولوژی صنف دهم در خدمت شما هستیم. صنف دهم به فصل 4 رسید و فصل 4 را به فضل الهی به پایان میرسانیم ان شاء الله. بحث ما در رابطه با امراض و وقایع بود. در این بحث مقدمات بحث را شروع کردیم و نکات مختلفی در رابطه با سلامتی انسان را مطرح کردیم. در این مبحث آخر به درمان میپردازیم. تداوی. اگر به هر دلیلی بدن دچار مرضی شود، انسان به سمت دوا می رود. در این بحث ان شاء الله با دواها آشنا می شویم و به عنوان یک نمونه ضد دردها را با هم بررسی می کنیم. دوا. شما وقتی کلمه دوا را میشنوید به یاد تابلت یا به یاد پیچکاری میافتید، در حالی که از نظر بیولوژیکی هر ماده کیمیاوی که بتواند بر بدن انسان اثر بگذارد و تغییری در حالت انسان حاصل کند به عنوان دوا شناخته می شود. دواها را گاهی برای جلوگیری از مریضی و گاهی برای تداوی مریضی به کار میبرند. می شود دوا را از نقطه نظرهای مختلف به اقسام مختلف تقسیم کرد. ما 2 تقسیم بندی را در این بحث بررسی می کنیم. یکی از نظر نوع مصرف، دواهایی که از طریق جلد وارد می شود. شما با انواع روغن‌هایی که مالیدنی هستند و به پوست مالیده می شوند آشنا هستید. همه اینها گاهی برای تسکین، گاهی برای بهبودی حالت پوست استفاده می شوند. گاهی هم حتی برای تسکین دردهای استخوانی از پمادهای جلدی استفاده می شود. اینها همه به عنوان دوا مطرح می شوند. دواهایی که خورده می شود مثل تابلت ها و دواهایی که از طریق پیچکاری واردی بدن می شود. دواهایی که از طریق پیچکاری وارد می شود یا مستقیما وارد خون می شود یا وارد بافتی ماهیچه‌ای می شود و از طریق ماهیچه به آرامی وارد خون می شود. از نظر نوع اثر، دواها ممکن است ضد درد باشد و باعث تسکین درد شود. ممکن است ضد باکتریا یا ضد ویروس یا انواع میکروب‌های دیگر باشد. ممکن است به عنوان ضد آلرژی یا حساسیت به کار برده شده باشد و یا دواهایی باشد که بر سیستم عصبی اثر می‌گذارد. البته دواهای ضد درد را می شود به عنوان زیر مجموعه دواهای مؤثر بر سیستم عصبی هم در نظر گرفت. در این قسمت با ضد دردها بیشتر آشنا می شویم. ضد دردها تقریبا دواهایی است که به صورت دواهای OTC، یعنی دواهایی که می شود بدون نسخه اونها را از دواخانه تهیه کرد، مطرح می شوند. این دواها را همه می شناسند و اغلب به صورت بدون دستور پزشک آنها را مصرف می کنند. پس لازم است که اطلاعات بیشتری در زمینه این دواها داشته باشیم. به طور کلی زمان درد در بدن ایجاد می شود که قسمتی از بدن به هر دلیلی آسیب دیده باشد. اگر یک ناحیه از بدن به هر دلیلی آسیب دیده باشد، حالا در حد یک حجره باشد یا بخش اعظمی از قسمت‌های بدن مثل شکستگی یک عضو باشد، سیگنال‌های درد از اون منطقه آسیب دیده به سمت مغز حرکت می کند. شما در این تصویر بافت‌های عصبی بدن را به صورت مشخصی می‌بینید که به صورت تارهای باریک از قسمت‌های مختلف بدن به سمت مغز کشیده شده. در طول این مسیر، یعنی نقطه‌ای که درد در آن ایجاد می‌شود تا نقطه‌ای که پیام به مغز می‌رسد، می‌شود جلوی انتقال پیام درد را گرفت. بعضی از ضد دردها در همین نقطه آغاز اثر می‌کنند، یعنی باعث می‌شوند که پیام درد ایجاد نشود. گروهی از مسکن‌ها در طول مسیر باعث می‌شوند پیام منتقل نشود. اینها بیشتر در منطقه نخاع اثر می‌کنند و باعث می‌شوند پیامی که به نخاع رسیده و به سمت مغز حرکت می‌کند در همین منطقه متوقف شود. گروه آخر اونهایی هستند که روی مغز اثر می‌گذارند و باعث می‌شوند که پیامی که به مغز رسیده در واقع به وسیله سلول‌های مغزی دریافت نشود.
بنابراین ضد دردها چیزی را در بدن ترمیم نمی کنند، مشکلی را حل نمی کنند، فقط باعث می شوند که احساس درد ایجاد نشود. یعنی مغز اون مشکلی را که ایجاد شده نبیند، متوجه نشود و پیام درد هم ایجاد نشود. مطلب بعدی، می شود ضد دردها را به دو قسم تقسیم کرد: آنالژیسیک ها و مخدرها. آنالژیسیک ها گروهی از ضد دردها هستند که درد را از بین میبرند اما بر هوشیاری اثر خاصی نمیگذارند. یعنی فرد میتواند هم از این دارو به عنوان ضد درد استفاده کند و هم کاملا هوشیار است، میتواند به کارها و فعالیت‌های روزمره خود بپردازد، رانندگی کند و کارهای ظریف انجام دهد. مثل آسپرین این خاصیت را دارد که هم ضد درد محسوب می شود و هم بر هوشیاری اثر چندانی ندارد. اما مخدرها هم چون ضد درد هستند درد را از بین میبرند، اما از انواع آثاری که در قسمت قبل گفتیم، مخدرها آن نوعی هستند که بر سیستم عصبی مرکزی یعنی مغز یا نخاع اثر میگذارند. به خاطر اثری که بر مغز یا نخاع میگذارند معمولاً باعث احساسی خواب‌آلودگی میشوند. این خواب‌آلودگی و اثری که بر سیستم مغز یا سیستم عصبی گذاشته می شود معمولاً یک حالت اعتیاد را برای انسان ایجاد می کند. اعتیاد به چه معنا؟ به این معنا که اگر فرد در بارهای متوالی این دوا را مصرف کند، به مرور زمان به اون دوا معتاد می شود. شما فرض کنید برای درمان یک سردرد یک تابلت مصرف می کنید. سردرد شما بعد از یک مدتی ساکت می شود، بهبود پیدا می کند. دفعه بعد دوباره یک تابلت مصرف می کنید. سردرد شما کمتر می شود ولی بهبود پیدا نمی کند. این اگر بشود یک هفته، اگر بشود یک ماه، اگر بیشتر شود، کم کم احساس می کنید که حتی با خوردن چند تابلت هم سردرد شما بهبود پیدا نمی کند. یعنی چی؟ یعنی بدن شما به اون دوا عادت کرده است و دیگه به اون مقدار کم جواب نمیدهد. مجبورید برای ساکت کردن این سردرد از مقدار بیشتری دوا استفاده کنید. یا حتی اگر شما اون دوا را استفاده نکنید، خود استفاده نکردن از دوا باعث سردرد یا باعث بیخوابی یا مشکلات غیر از آن می شود. به این حالت اعتیاد می گویند. پس دواهای مخدر با وجود اینکه مسکن‌های خوبی هستند و درد را ساکت می‌کنند، اما استعمال زیاد و دوامدار اونها باعثی اعتیاد می‌شود. از داروهای مخدر مثل کوکنار و گیاهی خانواده خشخاش را می‌توان نام برد. دواهایی که از این خانواده تأمین می‌شود معمولاً مخدر محسوب می‌شود، مثل کدئین. این دواها اگر به مدت طولانی استفاده شود بدن را به خود معتاد می کند و کم کم بدون استفاده از آن فرد دچار مشکل می شود. بعضی از دواها در غذاهای روزمره یا نوشیدنی‌های روزمره ما یافت می شود. شما گاهی اعتیاد به بعضی از آنها را از مردم شنیده اید. مثلا چای و قهوه حاوی کافئین است. علت این که گاهی مردم به چای و قهوه معتاد میشوند به خاطر همین وجود کافئین است. کافئین یک دوای تسکین دهنده است که حالت خستگی را از بین میبرد. با تأثیری که بر گرده ها میگذارد باعث افزایش ادرار میشود. افزایش ادرار سموم بدن را دفع میکند و به این طریق باعث کاهش خستگی میشود. کافئین در قهوه از چای بیشتر وجود داره. برای همین قهوه علاوه بر این که حالت خستگی را از بین میبرد، حالت شادابی بیشتری به فرد میدهد و حالت ضد خواب هم دارد، حتی باعث از خواب پریدگی میشود. خب در مجموع کافئین جزئی موادی است که میتواند اعتیاد آور باشد. یعنی شاید شما شنیده باشید که کسی میگوید اگر چای نخورم یا اگر قهوه نخورم سردرد میشوم، یا اینکه اذیت میشوم، احساس خستگی به من دست میدهد. این مربوط به همین ماده کافئین است که در این مواد وجود دارد. نوشابه حاوی ماده است به نام کولا. کولا باعث خاصیت ضد تشنگی می شود.
یعنی فرد با وجود اینکه نیازی به بدنش به آب تامین نشده ولی احساس تشنگی در او برطرف می شود. نیکوتین در بعضی مواد دیگر استفاده می شود و وجود دارد، مثل تنباکو در نسوار، سیگارت، چیلیم و مانند آن وجود دارد. گرچه تنباکو هم می تواند به عنوان یک داروی ضد درد یا بیشتر آرامبخش عصبی استفاده شود، ولی آثار مخرب آن خیلی بیشتر از آثار مفید آن است. استفاده از نسوار یا چیزهایی که جویدنی باشد، مثل جویدن برگ تنباکو، به شدت باعث تخریب دندانها و بیره‌ها می شود. از طرفی فرودادن آبی که از این جویدن وارد میری می شود باعث سرطانهای میری می شود و از آن طرف دودی که در سیگارت و چیلیم وارد حلق می شود به سرطانهای حنجره و شوش کمک می کند. تقریبا قسمت اعظم کسانی که در جهان سرطانهای شوش و حنجره می گیرند مبتلا به کشیدن سیگارت یا چیلیم هستند. ماده دیگر الکل است. الکل ماده است که از دانه ها و میوه ها ساخته می شود. خاصیت الکل این است که به سرعت وارد خون می شود، از طریق خون جذب اعصاب می شود و مستقیما بر سیستم عصبی مرکزی اثر می گذارد. اثرات الکل را به دو بخش می شود تقسیم کرد. در بخش فوری، فردی که الکل را خورده یا استفاده کرده در راه رفتن و در حرف زدن یا مسائلی مانند آن دچار عدم تعادل می شود. هم از نظر فکری و هم از نظر جسمی تعادل خود را از دست می دهد و بسیاری از حوادث ترافیکی، بسیاری از خودکشی ها و جنایات در همین حالت ها در کشورهایی که این اتفاق رواج دارد می افتد. از نظر اثرات طولانی، الکل باعث خراب شدن حجرات جگر می شود، چون الکل جزء موادی است که به سرعت جذب می شود و متابولیت آن به سرعت از بدن باید خارج شود، وارد جگر می شود و در آنجا باعث سوزانده شدن حجره های جگر می شود. خراب شدن حجره های جگر سرطان جگر یا سیروز کبدی را به دنبال دارد و چون روی سیستم عصبی مرکزی یا مغز اثر می‌گذارد، خرابی حجرات مغز را هم به دنبال دارد. این افراد معمولاً مبتلا به سیروز کبدی، سرطان‌های کبد یا زوال عقلی می‌شوند. خب فصل 4 ما به پایان رسید. امیدوارم که استفاده های کافی را از این فصل برده باشید. سعی کردیم در این فصل اطلاعات کافی در رابطه با سلامتی، انواع بیماری ها، انواع غذاها و انواع داروها به شما بدهیم. موفق و پیروز باشید.